خیلی به این فکر کردم که اولین ویدیوی من توی یوتیوب چی باشه. سرچ‌های زیادی کردم ولی هیچ کدوم به دردم نخورد. ولی یه دفعه یه فکر به سرم زد و سلام، خوش اومدید به اتاقم. من دکتر کاکتوس هستم و این اولین ویدیو من توی یوتیوب هستش. آقا همونطور که می‌بینید اتاق من اومدیم توی اتاق من، ولی این فعلا اتاق من نیست. اتاق من اول خیلی ساده بود، مثل این شکلی بود. اتاقم دقیقا این بود. بعد یعنی نابود شدم. شاید توی این ویدیو رو توی 10 دقیقه ببینید شما، ولی من توی 2 روز این ویدیو رو طول کشید تا این ویدیو رو درست کنم. پس حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. اون زنگوله قبل سابسکرایب هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم حتما بهتون خبر بده. کلی ایده تو ذهنمه. فعلا این اول شروعشه، ولی بهتون قول میدم ویدیو خیلی خفنی تو راهه. خب بچه یه دیباگینگ کنیم. من نصف اینو زدم، یعنی نصفش که نه، نصف کمترش. آره 1/3 زدم. بعد توی این 1/3 خیلی از اون وقت گرفت. من 20 دقیقه نیم ساعتی الان سر همین 1/3 که زدم. الان میریم پرناکوستیکا رو میچسبونیم. بعد که پرناکوستیکا رو زدیم اونم میچسبونیم. حله، برو بریم. اول میام اینا رو انباکسشون میکنم. ریگویده همه وسیله‌شو ما نکردیم. خب ببین، پرناکوستیکا رو هنوز بهش فکر نکردم چجوری بزنم. یه بار گفتم یکی در میون بزنم، ولی چون مدل پرناکوستیکا ریلی میگم بهشون دیگه. آره چون مدل پرناکوستیکا ریلیه، الان میارم نشون میدم. چون ریلیه یکی در میون قشنگ نمیشه، برای همین میزنم کلش به بغل هم. اگر کم اومد مجبور میکنم سفارش بدم دیگه دوباره. ممنون. این مدل پرناکوستیکاست. این شکلشونه که ببینم اگه اشتباه نکنم اینجوری. آره اینجوری. بعد دوتا هم بالاش میچسبونی 4 تا این میشه 50x50. ما چون LED همو بالا داریم نمیتونم بچسبونمش کامل به سقف، پس هیچی دیگه همین بذارید این رو بچسبونم. یه دونه بچسبونم چجوری میشه. یه مدل چسب دو طرفه دیگه گرفتم، خیلی ازش تعریف کرده بودن که خوب میچسبه، خیلی خوب میچسبه. و چسبه از صبح بریدمشون، نمیاد ازش. وای یه چون دیگه اش زد بیرون. اینجوری میذارمش اینجا. دارم چون نمیشه اصلا.
دستم چسبید. همونطور که دیدید اون اول اتاق من بود و تبدیل شد به این. خیلی طول کشید که این اتاق رو درست کنم. حدوداً 2 روز طول کشید و واقعا کار سختی بود، ولی به تلاشی که کردم میارزید. من اولین ویدیویی هستش که دارم توی یوتیوب آپلود میکنم. امیدوارم خوشتون بیاد. ممنون میشم لایک کنید، چنل رو ساب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. نظرتون رو حتما کامنت کنید. نظری دارید، انتقادی دارید، حتما کامنت کنید. قراره ویدیوهای درباره گیم پلی دیگه با درست کردن اتاق گیمینگ این و اون و بالاخره یه چیزایی که اکثر یوتیوبرها ویدیوهایی که گذاشتن مثل توی کوچکترین اتاق گیمینگ یا بزرگترین اتاق گیمینگ، اگر هم که توی ماه اول دوم به خوب حمایت درست خوبی ازتون ببینم، اگه خوشتون بیاد احتمالاً از اتاق بریم بیرون، وارد خونه شیم. یعنی چی وارد خونه شیم؟ یعنی اینکه یه خونه حدود 180 خورده متریه، کامل آکوستیکش میکنیم، تمام میز و اینامون رو میبریم اونجا، یعنی چنل رو اونجا ادامه میدیم. و حالا یه چیزی که این اومد تو ذهنم برای اینکه یه چیز خیلی هیجانی تر و باحال تر باشه، من وقتی چنلم به 100K برسه کاری که قرار بکنم اینه که از شما نظر میپرسم، یا از کرج تا کردان یا از تهران تا کرج دوچرخه سواری میکنم، یا دوچرخه سواری یا پیاده. اینا همه رو پول میذارم ازتون میپرسم. حتما چنل رو ساب کنید زودتر به 100K برسیم، ببینیم چیکار باید بکنیم دیگه. بدرود.